بار دیگر السلام علیکم. سلسله درس های ما از کتابچه مواد مرکزی ملی تستی مسئله 637 درباره کنجه های داخلی سه کنجه است. بینندگان گرامی، شما میدانید که سوم کنجه های داخلی سه کنجه به 180 گرادوس برابر است. این قاعده خیلی عادی ساده که همه کس میدانند. همین چیز استفاده میبریم در مسئله های 637 638 639. تمام. اکنون نگاه کنید مسئله 637. یک کنج سه کنجه 55، کنج دیگرش 75 گرادوس. کنج سوم رو میابیم. برای این چیکار میکنیم؟ از 180 سومه هر دو این کنج رو ترک میکنیم. جوابش 50. مسئله 638 نسخه همان مسئله. جواب درست 65 گرادوس. مسئله 639 هم همین خیل دو کنج سه کنجه داده شدگی کنج سوم میابیم. جواب درست 80 گرادوس. اکنون بعض دیگر مسئله ها گفتم ممکن که این مسئله ها بیشتر به نقطه‌ای در پارچه خوابیده تعلق دارد. نگاه کنید. مسئله رقم 640 گفته است که در طرف AB ای سه کنجه ABC نقطه D قید کرده شده است. یعنی اگر یک پارچه داده شده باشد، پارچه AB مثلا در همین یگان جای پارچه نقطه D قید کرده شدگی، پارچه AB در یگان موضع پارچه نقطه D قید کرده شدگی. AD برابری 5 سانتی متر، BD برابری 7 سانتی متر. درازی AB رو یابید. این خیلی ساده است. حاصل جمع هر دوی همین قسم که این به 12 برابر است. مسئله 641 نیز عیناً همین چیز. شما شرط این مسئله رو در اکران خود دیدید. من آن را قرائت نمی کنم. جواب درست 25 متر. و مسئله 642 نیز نسخه همین مسئله. جوابی درست 20 سانتی متر بوده است. تمام با این موضوعی سه کنجه و یعنی که نقطه‌ای که در میان جا در پارچه میخوابد و پارچه رو به دو قسم تقسیم میکند و همین به آخر رسید.